روزی بیننده هستند. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال و دور از گزند روزگار در پناه عزت حق باشین. بازم ما فردین نوروزی یک هفته سپری شد در خدمت شما در برنامه یاد یاران قرار گرفتیم. امیدوار هستم که تا دقایق اخیر برنامه ما را همراهی کنین و همراه باشین. طبق معمول بازم ما مهماندار هستیم. ای که مهمان ما کی است از زبان خودشان میشنویم که کی هستند، مصروف چی کار هستند و در کدام کشور البته زندگی میکنند. معمولا ما کوشش میکنیم که دوستایی که در کشورهای بیرون از افغانستان زندگی میکنند جویای حوالشان شویم و ازشان معلومات داشته باشیم و ببینیم که مصروف چی کاربار هستن و کجا هستن. خب منتظر می باشیم تا ای که مهمان ما وصل شود و سلام تقدیم میکنم برای مخاطبین ما که تازه با ما پیوستن از کشورهای مختلف، از امریکا، از اروپا، از افغانستان، از تمامی جایی که ما را بیننده هستن سلام تقدیم میکنم برشان. امیدوار هستم که همیشه موفق، کامیاب، سربلند باشن و زندگی به کام دلشان سپری شد و زندگی را خوب و خوش سپری کنن و همیشه موفق باشن. خب معمولا ما کوشش میکنیم که از طریق هدف ما همی است که از طریق شبکات اجتماعی بهترین برنامه را برای دوستای ما ارائه کنیم و تقدیم کنیم. منتظر میشینیم. همه قدر یک نقل میتیم که امشب خواستیم که برنامه کم به سوی فرهنگی شدن بره، برنامه فرهنگی گونه داشته باشیم. میخوایم که یک دوست ما که همیشه یار ما بوده و همیشه دوست ما بوده و همیشه کسی بوده که یعنی در برنامه‌های مختلف مشوره میگرفتیم ازشان و همکاری های زیاد با ما داشته و ای که مسافر است نامش نمیگیریم کی است، ولی آدم فرهنگی است. پس منتظر می باشیم و شما هم میخواییم که با ما همراه باشین. امشب کوشش میکنیم که یک برنامه عالی را، یک برنامه خوبه برای شما دوستا، برای شما مخاطبین ارائه کنیم و از شما هم میخواییم که انتقادات و پیشنهاداتتان برای ما ارائه کنین و ما کوشش میکنیم که انتقادات شما را بپذیریم و به خاطر بهتر شدن برنامه، چون بتانیم بهترین برنامه را و بهترین برنامه ها را برای شما ارائه کنیم. سلام. سلام و عرض ادب جناب بسام صاحب، خوش آمدین در برنامه. چطور هستین؟ کجا هستین؟ با زندگی و با مسافریت چی حال دارین؟ سلام و احترام خدمت خودت فردین نازنین. بعد از خیلی دیرها میبینمت. واقعا خیلی خوشحال هستم. حداقل تو احساس میکنم که فعلا در بلخ هستم و دوستایی که در بلخ زندگی میکنن برای ما واقعا یک ارزش هستن، به دلیلی که بلخ خاکش برای ما و تمام آن کسایی که در اون سرزمین زندگی میکنه خیلی عزیز هستن. قربان دستم دیگه. غربت، مهاجرت، تمامش خلاصه شد با اون ربایی که خواندم برات. ممنونتان بسام صاحب. چطور میگذره مسافرت ها و چطور میگذرد کار و روزگار و کارهای فرهنگی به کجا رسیده؟ کدام اثر تازه دارین یا خیر؟ بیشتر کوشش میکنین که برنامه را اما تو خودمونی پیش ببریم. قربانت فردین جان. دقیقاً من از زمانی که فرانسه آمدم مهاجرت تلخی‌های خود داره بدون شک،
و جایی که آدم فرهنگ و زبان تازه مثلا سر دوچار میشی مشکلات خود داره، ولی تلاش زیاد کردم و کوشش کردم که ادبیات را و فرهنگ را اینجا در کنار دیگه دوستا شانه به شانه با هم قلم بزنیم، قدم بزنیم و همو پرچم نگه داریم. من خوشبختانه یک رمان نوشتم در فرانسه. اینجا خیلی تلاش کردم که به زبان فرانسوی ترجمه شود، ولی متاسفانه تا هنوز این کار اتفاق نیفتاده. ولی خوشبختانه سفرنامه‌ای که نوشتم، سفرنامه ما ترجمه شد به زبان فرانسوی و ان قریب چاپ خواهد شد و دو کتاب شعر آماده چاپ دارم که یک مجموعه از غزل‌های است و یک مجموعه از شعرهای سپید است که خوشبختانه یک مجموعه از شعرهای سپید ما افتخاری در کشور مصر یکی از دوستایی که در وزارت اطلاعات فرهنگ مصر کار میکردن، آنها زیاد مشوقی شد که باید به زبان عربی ترجمه شود و اونجا چاپ و منتشر شود که ما به پاسخ از اون لبیک گفتم و کتاب تحت عنوان سفر نام دیگری زخم است به زبان عربی ترجمه شده و شاید در امی اواخر منتشر شود در مصر البته. و خوشبختانه که به هر دو زبان قرار است که منتشر شود، هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی. بسام صاحب، در رابطه با تحصیلات میشه بگوین که کدام رشته را خواندین و چطور خواستین بیاین در بخش ادبیات و شعر و شاعری؟ علاقمندی داشتین یا هم تصادفی شد این کار؟ من اتفاقا در زمانی که مکتب شروع کردم و صنف های 5 و 6 که بودم، اگر حالا استاد واقف باختری استاد ادبیات ما بود در استقلال، من از اونجا زیاد علاقه بر شعر و شاعری یا داشتم، یگان چیزا می نوشتم. باز استاد زیاد تشویق میکردن، میگفت بسام تو وقت تخلص ما بسام نبود. اتفاقا چیزایی که من می نوشتم برای استاد واقف می خواندم، باز می گفتن که خیلی خوب است، تو ادامه بده، یک جای خواهد رسیدی. و در کنار از او عشق یگانه دلیل است که تا آدم در یک مسیر با عشق قدم نزنه، با عشق هم نوانه باشه، من فکر نکنم که در اون مسیر کامیاب شود. و جدا علاقه و عشق ما بود در ادبیات و شعر. و موضوع آمد سر تحصیلات، من از بخش فیزیوتراپی فارغ شدم که من 12 در مزار شریف تمام کردم. بعد از اون در پاکستان در اینستیتوت رسالت بخش فیزیوتراپی را درس خواندم 2 سال که شاید شما شاهدش باشین. ما در اونجا کلینیک داشتم بخش فیزیوتراپی و در کنار از یک مؤسسه فرهنگی داشتم. همین گپا رفیق جان. در رابطه با موضوعات شخصی میاییم. صاحب چند فرزند هستین و فرزندا هم برای پدر ادامه دادن یا هم دیگر رشته فرزند گفتیم، من یکی از شاهبیتای شعر روانشاد عفیف باختری یادم آمد، میگه از چی خود را پدر شعر جهان پندارم، من که زن دارم و بابای 2-3 فرزندم. 2-3 اگر جمع کنین 5 میشه. 2-3 5 میشه و ما 5 فرزند دارم، خدا را هزار با شکر، و یک دختر 4 بچه. بیشترین فرزندتان که بیشترین البته علاقمنده که فرزندایتان به شعر شاعری داره، آیا پسرتان است یا هم دخترتان است که بیشتر میخواه که راه شما را ادامه بده و بخواه که در آینده یک شاعر خوب شوه یا هم یک داستان نویس خوب شوه؟ والا ما بیشتر استراتژی که ما قسم است که هیچ وقت بالا از یا
فشار نیاوردیم، یعنی خودم نخواستیم که اونا حتما ما شاعر هستیم یا نویسنده هستیم و هم باید بیان همین را تعقیب بکنن. بله. ولی تا جایی که میبینم دخترم بیشتر علاقمند هست، چون زیاد رمان میخوانه، داستان زیاد میخوانه و شعر زیاد میخوانه و به مو دلیل خیلی دوبایتی های ما حفظ داره و ما فکر میکنم که دخترم بیشتر علاقمند است که در آینده ممکن نویسنده شود. معلوم نیست که آیا شاعر میشه یا خیر، میمانیم برای زمان که چه خواهد شد. بسام صاحب، در رابطه با سبک شعریتون میشه صحبت کنین که بیشتر کدام مکتب پیروی میکنین و کدام سبک شما پیش میبرین و از شاعرایی که وفات کردن بیشتر شعرهایی کی را میپسندیدین و خوش داشتین که راه و روش همو را تعقیب کنین؟ ما کدام سبک خاصی که داشت باشه ما یعنی توقف به این نکردیم که تنها ما باید غزل بگوییم یا ربایی بگوییم یا دو بیتی بگوییم. ما خوشبختانه در تمام سبک‌های شعری یا همون قالب‌های شعری که هست شعر نوشتیم. ما شعرهای سپید، ربایی، دو بیتی، غزل و خدا بیامرزه روانشاد استاد سالم محمد خلیقه که اونا واقعا یکی از غنیمت‌های بزرگ ادبیات بودند که در خصوصا در بلخ خیلی کسایی که فعلا منم میگن و کسایی هستند که فعلا واقعا در بخش شعر، در بخش نویسندگی سرشان به تنشان میارزه. یکی از استادایی که آنها را تربیت کرده بدون شک جناب استاد سالم محمد خلیق هست. خداوند روحشان شاد داشته باشه و جنت فردوس نصیبشان شود. شما شاهد از این هستین که همیشه در بودین که در بلخ هر پنجشنبه اونجا ما انجمن داشتیم با حضور فعال جناب روانشاد استاد سالم محمد خلیق و دیگر دوستای ما، جناب روانشاد استاد صادق حسیان، روانشاد استاد حفیف باختری و دیگر کسایی که فعلا حیات هستن و خداوند روشان دراز بکنه، جناب استاد واب مجیر و دوستای دیگه که قبلا ابراهیم امینی بود و قبل از ما مهاجر شدن، سرابی سیرت بود، دوستای زیادی بودن. بله. بسام صاحب، در باره ای بگوین که رقیب و دوستتان در عرصه ادبیات و شعر و شاعری در بلخ یا در افغانستان کی بود و بیشتر کاری کی را زیاد شما خوش داشتین و رقیبتان حساب میکردین؟ با اتفاقا هیچ رقیب نداشتم، بدل از اینکه کل معمولا در بسام صاحب، معمولا در هر رشته، در هر کار که کار میکنی رقابت نباشه، باز نمیتونی یک کار بهتر، یک کار عالی را ارائه بدی. خودت صادقانه کاری کی عالی بود در زمان خودتان، البته دوره خودتان، و بیشتر کی رقیبتان بود؟ ما صادقانه بگویم که من خیلی دیر شروع کردم و از پیش از ما کسایی که شروع کردن، مثلا از هم سنهای خودم اگر بگویم، مثلا میتونم بگویم ابراهیم امینی یک از کسایی بود که واقعا من خیلی دوست داشتم که مانند از او شعر بگویم. در وقتایش ابراهیم امینی سر زبانا بود و واقعا حالا هم یکی از کسایی است که صادقانه شعرهای خیلی عالی میگن. و همون قسم جناب روانشاد استاد حفیف باختری مجیر صاحب، شعرهای عاشقانه‌اش که واقعا خیلی نازنین است که من دوست داشتم که آنگونه باشم. یعنی زیاد رقیب نداشتیم ولی زیاد دوست داشتیم شاعرایی که واقعا همشون تا امروز هم که هستن و رفیقای بسیار دوست داشتنی و صمیمی هستن. بله. در خانواده فرزند چندم خانواده بودین و چند خواهر و برادر بودین؟ دیگرها هم امیرای شما را ما چندم میشم؟
ما نام خدا رفیق جان جمله آها. 13 فرزند داشت پدرم، خدا بیامرزش. دیگه خداوند مادرک ما عمرش دراز داشته باشه. یعنی 3 همشیره هستیم و ما 11 برادرها بودیم که 2 تاش وفات کردن. فعلا 9 دانه هستیم که خدا را شکر حیات هستن همشون. و ما حسن حسین ما 5م میشم. آها. پس از خانواده تنها کسی که راه ادبیات و شعر و شاعری را ادامه داده و خودت بودی، نسبت به دقیقا اینکه زیاد بودی و زیاد خوش داشتی که باید در آینده یک شاعر شوی. دقیقا. آها. بیشتر کدام وقت شعر می سراین و شعر آماده میکنین؟ شب، روز، یا هم یک هوایی که بیشتر کدام محیطی است یا هم کدام زمانی داره که شعر آماده بسازین؟ اگر میراز هم برای بیننده های ما رفیق جان، علاقه‌مندای برنامه ارائه بدین. شعر یک فضا داره، خب یک هوا داره، یک الهام داره که تا مو فضا ایجاد نشه برد یا مو الهام نبیه، من فکر نکنم که با او قسمه که خود یک شاعر راضی باشه، فکر نکنم از او شعر لذت ببره. یک ما 2 نوع شعر داریم، یک شعر کوششی داریم، یک شعر جوششی داریم. کوششی خوب مثلا یک کسی قصد نکنه میگه من میخوایم امی شب یا امی لحظه یا امی روز یک شعر بنویسم خلاص، و او شعر مطمئنا شعر نیست که ماندگار باشه و این اتفاقا افتاده برای خودم. ولی شعرهایی که خودش میایه سراغت، او شعرهایی است که واقعا در دل چنگ میزنن. این یک فضا یا هوا یا الهام وقتی میایه، و وقت میتونی که یک شعر خوب بگویی. آها. یعنی وقت مشخص نداره دیگه. دقیقا وقت مشخص نداره. یک روزی که بسیار اما تو شیرین بوده باشه و کتابت رونمایی شده باشه یا هم یک خاطره جالبت اگه ارائه بدی میشنویم. یک روز شیرین. من فکر میکنم که من در بسیاری برنامه‌ای که فرهنگی اونجا بود، اگر خود شاید باشه من گرداننده برنامه بودم. خب دقیقاً. بعضی دوستا اون چون زیاد همیشه علاقه دارن کسایی که شعر می نویسن و تشنه عزیز که یک کسی بشنوانه. من یک روز فکر میکنم که یک کسی از دوستا رو حال نامش نمیگیرم، خفنش هست چون در لیست نبود، ولی نوقت در برنامه هم اشتراک کرده بودن. برای من چند بار روان کرد نامش که حتما نام مرا بخون که من شعر میخوانم. من چون وقت برنامه مناسب نبود، برای دوستا زیاد بود دیگه، نخواست میره. یه از من خفه شد. بعد از اینکه برنامه خلاص شد، من ایره گوشه کردم، گفتم اینال یک کتاب برام بخونه، یک غزل نخوان، من گوش میکنم برای تا صبح میشنم، امی شعر تو را گوش میکنم. نه گفت تو اونجا مرا نخواستی، من شعر نمیخوانم برات اینجا. من گفتم یک کسی که واقعا شعر داره برش یک مخاطبم درست است که اگر میخواه که شعر خدا بخوانه و چیز. نه گفت به برنامه که مرا نگرفتی دیگه، من نیاز نیست که من اینجا برای خودت شعر بخوانم. باز من خواستم که خداحافظی کنم و برم و حرکت کردم، صدا کرد گفت بیا ما برات میخوانم شعر. خب جالب کار در این است که واقعا وقت یک شعر تازه یک شاعر میگه، این باور بکو که در تلاشی است که یک دوست پیدا بکنه اهل شعر که حتما برش یک بار بخونه. یعنی یک شیرینی هایی است که یک شاعر داره در خود.
دیگه خدا کنه که همیشه یک مخاطب داشته باشه. بیشترین وقت که شما سپری میکنین در خانه یا هم در بیرون کی دوست داره که شعرهایتان رو بشنوه؟ فامیل است یا دوست است؟ ما اتفاق جالبی است که اول ما که شعر می نویسم باز چند بار برای خودم میشنوانم، بلند بلند میخوانم، خودم میشنوم که ما چی گفتیم، آیا خودم از اون شعر که نوشتم لذت میبرم یا نه. وقت خودم لذت بردم مطمئن میشم که بعض دوستای دیگه ایم که با ما با شعرهای ما مخاطب هستن حتما لذت خواهد بردن. و اینجا خوشبختانه در پاریس دوستای شاعر زیاد داریم. رامین مظهر است، مصطفی هزاره است، کاوه جبران است، بکتاش راوش است و چند دوستای دیگه هم هست که از ما دورتر هستن، ولی خوشبختانه ما و مصطفی هزاره عضو انجمن شعر پاریس هستیم، خانه شعر پاریس، که هر ماه 2 بار ما در اونجا شعرخوانی داریم، شعر میخوانیم و از این طریق عقدرمند نیستم، یعنی زیاد نگران این نیستم که حتما یک کسی باید پیدا شه و ما شعر خدا بخوانم، چون یک برنامه داریم، هر قدر شعر داشتیم اونجا باز میخوانیم، دل خدا یخ میکنه. بسام صاحب، در رابطه با ای بگوین که دمیرای شعر و شاعری بیشتر کی تشویق کرد و بیشتر کی خواست که خودت امی مسیر ادامه بدی و همیشه اگر کارهایی که ضعیف بوده کارهای در ابتدا تشویق کرد که ادامه بدی، باید حالا عارف بسام شدین و تانستین که به خود یک موقف آماده کنین در جامعه و همچنان اثرهای بهترین ارائه بدین به جامعه. ما صادقانه بگویم در این مسئله، ما وقتی که دوران کودکی در اون وقت تازه مکتب ما می رفتیم، صنف اول و دوم و سوم و چهارم، خوشبختانه یکی از صنفی های ما سهراب سامانیان بود، هم صنفی بود. ما تا صنف 6 اول نمره مکتبشان بودم، حالا شاید لایف یک وقت خواهد. بعد از اینکه ما مکتب خلاص کردیم و سهراب سامانیان وقت داستان می نوشتم، پسر روانشناس سالم خلیق، بله، او بسیار دوست صمیمی هم بود. ما یک بار اول که در انجمن رفتم به تشویق سهراب سامانیان رفتم که بیا اینجا انجمن نویسندگان بلخ است، اینجا بیا شعرهای خدا بخوان، نقد میشه، بررسی میشه. اونجا رفتم، من روز اول که رفتم شعر خدا خواندم، خود چیز نگفتن، طبق معمول روز بعدی که هفته بعدی که رفتم باز برام گفتن که مشکل وزن داره یا اون شگرفی های شیری که هست. یک قسم دل سرد شدم، یک چند هفته نرفتم. بار دیگه باز دوباره سامانیان دید مرا، گفت بچه گفت نمیایی در انجمن؟ من گفتم بچهش مرا نپذیرفتن، گفتن تو شاعر نمیشی. گفت نه، اونا هر کسا میگن که سخت کار باید بکنی دیگه، زحمت بکش، کار ساده نیست. بعد از او من تلاش کردم که بالاخره، حالا خب من نمیگم که ما واقعا یک شاعر هستم، ولی فقط اون درد دلایی که دارم، چیزایی دارم روی ورق میریزم و به عنوان یک شعر تقدیم جامعه کنم. شاعرها پیسه دار هم است یا خیر؟ میتونن از این را عاید کنن یا نه؟ والا از طریق شعر فکر نکنم دیگه، چون ما شاعر پیسه دار ندیدیم جز ای که کسایی که مثلا قبلا پیسه دار بوده بعد شاعر شده ها. ولی ای که بعد از بی پیسه بودن که شاعر شدن، بیخی بی پیسه شدن. تفریح هم میکنین؟ خوش دارین؟ یا در افغانستان زیاد تفریح میکردین تا جای معلومات داشتیم کمی بیش؟
ولو تفریح از فرق میکنه انواعش دیگه. نمیفهم شما چی نوع تفریح میخواین پرسان کنید؟ همین تفریحی که با دوستا میرن یک جای، یک مکان زیبای، تفریح میکنن، میشینن، قصه میکنن، شعر میخونن. من راستش یک چیز برات بگم رفیق جان، دیگه دوستایم هم شاید از ایران هستن. من بیشتر از تفریح زیاد میخواستم که خلوت داشته باشم با خود. یعنی در خانه هم فعلا هم که من در فرانسه هم هستم، پارک های بسیار زیبا نزدیک خانه ما هست. همیشه بله. اولادام میگه پدر میریم در پارک، ما میگم خیلی شما برین، من هستم خانه میباشم. یعنی نمیفهم چرا اینمی از علاقه برای تفریح برای جای رفتن ندارم. نمیفهم، زیادتر کوشش میکنم خلوت باشه، کتاب مطالعه بکنم. این زیادتر مثلا مرا میگیره گفته او میش. بله. کتاب گفتین، کدام کتاب ها را خوش دارین که مطالعه کنین؟ رمان یا کتاب های شعر یا کتاب های قصه یا هم کتاب هایی که ولی در کل من رمانم زیاد دوست دارم، میخوانم، مطالعه میکنم. شعرم بیشتر شعر بخوانم. از کی میخوانین؟ من والا از شاعرای افغانستانی ما دیگه بیشتر مثلا از امینی رو میخوانم، مجیر صاحب میخوانم دیگه. دوستایی که آل خداوند بیامرزشان رفتن شعرهاشان داشتن خوانده ایمشان. و از شاعرای ایرانی یاقی تبا رو میخوانم، فاضل نظری رو میخوانم. یعنی برای من مشخص نیست حتما منتظر یک شاعر بشونم که شعر بگویه و بعد از ما برم شعرش رو بخوانم. یعنی هر پیش آمد خوش آمد. ولی بیشتر در دنیای مجازی با شاعرها سر و کار دارم، بیشتر شعرهایشان رو میخوانم. بسام صاحب، گفتنی تان به کسایی که تازه میخواین به ای را پا بگذارن و امی مسیر تعقیب کنن، چی گفتنی دارین؟ چی پیام دارین؟ چی کارا کنن که یک آدم، یک شاعر موفق، یک شاعر که شعرهایشان بسیار تاپ باشه شوند؟ و تنها چیزی که من میخوایم بگویم در اول صداقت به خودش و به کلام است که تا صداقت کلام نباشه من فکر نکنم که با او جایی که خودشان میخواین برسن. و دلیل ازی که در هر کار ما اگر صداقت کلام یا صداقت نداشته باشیم، من فکر نکنم شاید پیش بریم تا جایی رو بعد خود ما خسته میشیم. یعنی ما باید اونموز جوهر که در ادبیات هست و اون جوهری که یک شاعر در وجود خود داره باید او را حفظ بکنیم. یعنی اون ادب که داره وقت ادبیات میگیم، این چیزا خیلی مهم است. و حالا خب دوستای بسیاری را ما مثلا داریم در دنیای مجازی که شعر میمانند به اسمشان. من نمیفهم بیشتر که وقتی که روی زندگی شخصیشان یعنی مطالعه میکنیمشان که در کجا مثلا تا کجا پیش رفتن، چقدر درس خواندن، یا ولی نسبت به چیزایی که میمانن خیلی متفاوت تر است. من منظورم از صداقت همیست که آدم اگر میگه کم بگوین محکم بگوین، یا خودشان باشه بهتر است دیگه. او طرفش همین خودش. جگه قطعا میکنم بسام صاحب. هوش مصنوی چقدر تانسته که همی شاعر حقیقی و شاعری که میخوای از هوش مصنوی استفاده کنه یک تخریب بکنه و خراب بسازه، تا جایی را من میشنوم که بعض پیشتر هم گفتین جوانا نظر به او علمیت نرسیدن که بعد شعر بگوین و شعر بنویسن، ولی متاسفانه از هوش مصنوعی استفاده میکنن. در این رابطه نظرتان چی است؟ و ما میبینیم که بسیار ما حالا بعد در مورد علمیت دوستا نگفتم چیزی. یعنی منظورم از است که شعر یک
مکتب نداره که حتما تو باید رو بخونی، پاس بکنی و تو شاعر شوی. من پیشترم گفتم که یک الهام خداوندی است و یک فضا کار داره که خودش بیاید جوششی. یک مسئله و مسئله دیگه ای که بعدا تو میای امو وزن رو باید بفهمی که اگر تو میخوای غزل بگویی قافیه رو بفهمی، ردیف رو بفهمی. و بعض دوستایی که مثلا از گفته شما از هوش مصنوعی یا چت جی پی تی استفاده میکنن، ما همین برشان میگم که اگر قبل از اگر هر چیز می نوشتن از خودشان، از ذهن خودشان و به نوعی از فکر خودشان، امو بهترتر از این بود که بیاین از چت جی پی تی استفاده بکنن. به خاطر از اینکه چت جی پی تی واقعا وحشتناک از آیندهش، به دلیل از اینکه اگر اینترنت یا چت جی پی تی روز نباشه، او آدم دیگه ساکت است، او از حرکت میمانه و نه فکر کرده میتونه. حالا بدبختی دیست که بسیار دوستا، نه من تنها شعر نه، من خیلی کسا را سراغ دارم، رفیق جان، خیلی کسا را که کتاب چاپ کردن، کتاب های بسیار در حجم بالا در می چهار اطراف خود ما هست، ما اسمشان نمیگیرم، از خیرات سرمی چت جی بی تی، ولی اونا ما مطمئن هستم که یک روز سخت پشیمان میشن از این کارشان. چون ما قبل از اینکه چت جی بی تی نبوده، کتابایی که چاپ شده از شعر بوده، رمان بوده، هر چیزی که بوده، وقتی او را میخوانی یک حس عجیب برات دست میده، یک احساس قشنگ داره. ولی چت جی پی تی آری از این احساس است، احساس ماشینی گفته یکم تو نمیشه که باز با احساسی که یک انسان داره او را بیایم مقایسه بکنیم باش. یک چیز ساختگی ساخت مصنوی، تقریبا همونطور. اما کیفش هم باز نمیکنه آدم که کیف کیف کنه نداره، که احساس که نداشت کیف نمیداشته باشه. احساس نداره. دقیقا. بس هم سایی ورزش هم میکنین دی وقتا یا خیر؟ ما یک چیز اگه بگویم شاید باور نکنیم و تا حالا هیچ ورزش نکردیم. یعنی منظورم از است که از شروع زندگی، یعنی نخواستیم که یک باشگاه نرفتیم تا هنوز چی پرورش اندام بوده. یک هفته در دورانهای جوانی بوکس رفته بودم، یک هفته، برای یک هفته. بعد از اون یک رفیقم که در اونجا کار میکرد یک بوکس مرا زد، یک بینی من قریب کج کرد، نفتم نه دیگه نمیرم. ولی دوش میکنم، گاهی دوش میکنم. این دوش هم خوب است، یک ورزش است. بخش دوم برنامه بسام صاحب یک چند قطعه تصویر ما براتون نشان میدیم و خاطرات و چیزهایی که از اونا داشتین هم کم کم کوتاه بیان کنیم. مرحوم استاد صادق قوسیان، استاد قوسیان چقدر میشناختین؟ استاد واقعا یک مرد تکرار ناشدنی، واقعا یک مرد مهربانه که این ما بسیار بسیار کم اخلاق، مهربانی و سخاوتمندی که داشت جناب استاد، این ما بسیار کم آدم ها میدیدیم. بسیار بسیار دوست خوبم بود واقعا. وقت مهاجرم شدن، ما بعد از مهاجرت هم 3 بار با هم دیدیم. 2 بار من آلمان رفتم در برنامه، اونجا دیدمشان و 1 بار خودشان فرانسه آمدن در پاریس. اتفاق جالب که بود، ما را در پارک رامین مظهر بود و بکتاش راوش بود و بچگک کلان جناب استاد بودن، دیگه دوستا یادم نمیاد کی بودن. خب قصه کوتاه، اونجا رفتیم تا وقت شب ما در پارک اختلاط کردیم، یک پارک بسیار کلان از در پاریس. ای چند بار امی وقت پارکا بسته میشه، باز اون پلیس ها می اشپلاق میکنه که یعنی هر کسی که هر جای است باید خود از نزدیک هر دروازه پارک است بکشه و برای که دروازه بسته میشه. اتفاقا این پارک دروازه بسیار بلند بود، دیوارای بسیار بلند داشت. ما قصه گرم آمدیم، بالاخره ناوقت شد، حالا میریم کل دروازه پارک بسته است.
استاد گفت و خدای چی حال میشی خوشا ما در پارک خود ماندیم دیگه. ما اتفاق یک راه پیدا کردم از پنجره پارک بالا شدم خدا او طرف انداختم. مرا ای رخمه ای بسام ناجوان گفت با اون لحن زیبایی که داشت بله گفت بله. ما میمان توستم تو خدا کشیدی حالا ما در داخل پارک مادیم هیچ تو میشم تو ساعت شما باشید ما یک راه پیدا میکنم براتون که برای ما باز برآمدن. خلاصه کسی دوستا رو پیدا کردیم و دروازه باز شد و برآمدیم. یعنی استاد دیگه با او اخلاق و مهربانی که داشتن یعنی تکرارش در دیگه دوستا کل دوستا اتفاقا دوستای مهربان و با اخلاق هستن ولی جناب استاد دیگه یک سمیت خاص داشتن مثل شعرهاشون خودش نازنین بود. گرچه اصلا نشان میتونم تصویرش که پدر داستان بلخ لقب گذاشتن استاد تقی وایدی. استاد تقی وایدی ما در بلخ که بودم واقعا بیشتر با ایشان مثلا تو برخواست نداشتم چون ما خب سبک ما شعر بود اونا داستان می نوشتن چون ما در بلخ هیچ وقت داستان ننوشتم. وقتی که اینجا آمدم من رمان نوشته بودم. استاد سخاوتمندی که دارن و به ما پیام گذاشتن که من خیلی خوش شدم که تو رمان نوشتی اگر لطف بکنی که در مورد چگونگی که تو چرا رمان نوشتی بنویسی. برای من خیلی واقعا چی بود که استاد با او بزرگی که دارن واقعا میان برای ما پیام میگذارن و همون چگونگی که ما رمان رو نوشتیم دلیلش از ما میخواین. استاد تقی وایدی خداوند عمرش دراز داشته باشه واقعا یکی از غنیمت های روزگار ما هستن. بله بله. یک مثل شعر یک چند کلمه یک شعر یک نفر ما کمتون دکلمه هم میخوانم براتان. گفته کاش امروز در وطن بودم میوه ایدی در دهن بودم پیش دروازه انتصار رفیق بودم. هم متعدفش یک چیز از دیگه. و آب موچی یکی از شاعرای خوب وطن و ما. آب موجی دیگه همون قسم که قصه های قطار شیرینو بله نازنین بله است بله. خودش هم اونم تو یک آدم شیرین و نازنین است. معمولا اگر یک خاطره از آب موجی داشته باشین چون همه بلخ زادگاه مردان زنان بزرگ شاعر بوده و همیشه شاعرای خوبی را تقدیم جامعه کرده. یکی از بهترینایش خودتان هستین. در رابطه با آب موچی بگوین که سبک کاریش و شعرهایی که آماده می سازه چقدر دلنشین است و چقدر مخاطب زود میتونه جذب کنه. عکسشون هم نشان دادم و نظر بدین. و مدیر قسم گفتم که خودشان مثل حرفهایشان شیرین است و مثل شعرهایشان شعرهایی که تا امروز استاد مجیر نوشته عاشقانه می نویسه و با او محتوای عاشقانه که استاد مجیر می نویسه ما بسیار کم شاعرها را دیدیم که از او دیدگاه واقعا یک چیز خوب را بیان بیرون بتن. استاد مجیر همیشه شعرهایش واقعا سر زبانا بوده از گذشته تا امروز. افتخار بزرگ است برای ما برای افغانستان در کل. یک نفری که شاید پشتش دق شده باشی زیاد و پدر ادبیات بلخ استاد صالح محمد خلیق که واقعا شخص بود که خیلی در عرصه ادبیات کار کرد در بلخ و بیش از 54 کتاب نوشت در بخش‌های مختلف. چقدر ای آدم دوست داشتی مرحوم استاد صالح محمد خلیق؟ ما اگر یک چیز بگویم شاید دوستا بگوید که مبالغه میگه. ما وقتی که خدا بیامرزه قبلگاه خودم وفات کرد آمین. این تا این حد که جناب استاد خلیق من نگران شدم جگرخون شدم و پریشان بودم
این باور به خدا بگو که من وقت پدرم وفات کرد با او حد نبود. به دلیل از اینکه استاد کس بود یا که همیشه پیشانیش باز بود، به این نگاه نمیکرد که تو از کدام قوم هستی، از کدام سمت هستی، از کدام گروه هستی، و همیشه دروازه اطلاعات و فرهنگ بر روی همه باز بود. و همه پیشتر در شروع حرفا گفتم در موردشان که یک کسی بودن که آل مجیر صاحب و اوسیان صاحب و دوستایی که استاد شدن بعد از استاد، یگانه راهنمایی بزرگی از جناب روانشاد استاد سالم محمد خلیق از بدون شک. و ما خود ما که امروز اینجا هستیم و حداقل با مو کارهای کوچک ما که مردم بشناسن مرا از راهنمایی و از بزرگمردی همی کسایی بود که واقعا من افتخار میکنم که در بلخ بودیم و افتخار بیشتری دارم که مانند جناب استاد سالم محمد خلیق یک کس دوستم بوده و خیلی واقعا دوست نزدیک من بود. با ما خیلی رازهای خیلی خوب با هم داشتیم. وقتی من رمان خودم نوشتم براشان روان کردم، گفتم استاد بخوانن که ما چون اولین رمان است آیا درست است نیست شما نقد بکنین. روز چهارم عید بود، برام زنگ دادن، باور کن ما 1.5 ساعت با هم صحبت کردیم. 1.5 ساعت صحبت کردیم با هم. مرا گفت که واقعا خیلی خوب پیش آمدی. وقتی من رمان تا شروع کردم، یعنی قسم نوشته که من مجبور شدم که باید این رمان رو تمام کنم، یعنی مخاطبم میگیره و گفت من در مورد از رمان حتما می نویسم و برات روان میکنم. و بدبختانه که روز پیش از اینکه بنویسن شاید هم نوشته باشن و من نمیفهم دیگه که چگونه است. گرچه من با بیبیوزی تماس دارم با خانمشان، کنار ما مادر میگم، اونا مرا بچه میگن و واقعا خیلی ما واقعا به فامیل استاد یک احترام خاص قائل هستم به تمام. و سهراب سامانیان گفتم که رفیق هم چیز همزنفی و رفیق دوران کودکی است که من مرا بیبیوزی هم من حیث خود استادم زیاد دوست داشتن واقعا، چون دوست داشتن ما و رفاقت ما با وجود که من در اطلاعات فرهنگش کار نمیکردم، رسمیات نداشتم، ولی خودت شاید بودی که من تمام برنامه‌ای که از طرف اطلاعات فرهنگ گرفتم میشد گردانندگیش هم میکردم. بله دقیقاً. در رابطه و این شخصیت نظرتان رو بدین استاد باور بامیک. استاد باور بامی که دیگه روزای زیادی را ما با هم سپری کردیم در بلخ و همین که مهاجر هم شدن، یک دو بار دیدیم در آلمان و نمیفهم بعد از چند بار دیدن ما خیلی وقت شده که بایشان راستش تماس ندارم. واقعا تماس به این ندارم که اون نیستن در فیسبوک نیستن. قبلا خیلی در فیسبوک واقعا شعرهای تازه میموندن، نوشتهای تازه میموندن. حالا نمیفهم این حوالشان هم ندارم راستش. دیگه هر جای باشن جور باشن و بر ما یک شخص با ارزش هستن و کسی هستن که در ادبیات واقعا خدمت کردن. بله. آخرین عکس براتون نشان میتونم مرحوم استاد عفیف باختری. عفیف باختری دیگه از تمام عکسایی که شما نشان دادین هر کدامشون برای ما عزیز و با ارزش بودن و استاد عفیف هم یکی از کسایی بود که واقعا ما میبالیدیم وقتی در بلخ یک کسی می آمد از یک کشور دیگه، مثلا اگر باز در مورد ادبیات سوال میشد که در اینجا کی مثلا در ادبیات مثلا کسی هست که واقعا سرشان بطنشان میارزه، جمله استاد سالم محمد خلیق که از کسای استاد عفیف باختری بود که ما بسیار با سربلندی میگفتیم که استاد عفیف باختری و با اون شعرهایی که نوشتن واقعا تا که هستن در ذهن ما، در خاطرات ما، در ادبیات
اسمشان ثبت است و همیشه ماندگار است به خاطر او شعرهای قشنگ و او شعرهایی که در او دوران ها خودشان که باز برای ما میخواندن. واقعا برای ما استاد خیلی که تقریبا هر هفته یک روز ما میدیدیم با هم، می آمدن پیش ما، قصه میکردیم، گپ میزدیم. قصه بسیار جالب دارن. او باشه دیگه من نمیگم. هم بسیار خاطره بود که برای همه دوستایی که وقتی من قصه میکردم باز میگفت استاد بله یک بسیار خوشتب بود استاد عفیف باختری. همیشه یک بله. شوخی خود داشت در هر جای. بله. خب تشکر بسام صاحب، با یک دو بیتی عاشقانه شما برنامه را هم دریچه‌اش میبندیم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و چند لحظه با شما بودیم. واقعا خوش گذشت و از بیننده ها و از کسایی که ما را دنبال کردن سپاسگزاری میکنیم. تشکر. مشنیم پیام من شما روایی را میخوانم و همین دلتنگی خود در پاریس برای دوستا و برای کل دوستایی که ما رو میبینن از این طریق تقدیم میکنم. چشمان تو، چون حال عاشقانه گفتی بخوان، چشمان تو مستحق صد تندیس است. چشمان تو مستحق صد تندیس است. لبخند تو شاعرانه و قدیس است. از دور به خاطرات تو غرق شده این شاعر دلتنگ که در پاریس است. ممنون رفیق. شب و روز هم تشکر. قربانت. ممنون. تشکر از دوستایی که ما را دنبال کردن، برنامه را بیننده بودن. ممنونتان. تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک‌الغزال میسپارم و و خیر. ما از دوستایی که کامنت گذاشتن بسیار زیاد سپاسگزاری میکنم. خداوند همیشه داشته باشه دوستا را در کنار ما سبز سربلند باشن. ممنونتان بسام صاحب. تشکر. ممنونتان. خیر باشید. تشکر.